محبت نبی کریم در قلب ما و شما از محبت همه چیز باید زیادتر باشه. از محبت بچه ها ما، از محبت دخترها ما، از محبت زن ما، از نفس ما، از جان ما، از زندگی ما، از جوانی ما، از همه باید محمد صلی الله علیه وسلم محبوب تر باشه. و این بزرگترین عبادت و این عبادتی که نتیجه مده و این عبادتی که در سر راه از این عبادت خیلی خطرها قرار داره، خیلی تهدیدها قرار داره، خیلی تهمتها قرار داره. سعی شده که تو محبوب رسول صلی الله علیه وسلم باشی. از این جد صحابه جلیل قدر نبی کریم صلی الله علیه وسلم در نزد نبی کریم آمد. جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقال یا رسول الله متى الساعة؟ یا رسول الله متى الساعة؟ قیامت چه زمان به پا می شود؟ قال رسول کریم فرمود و ما اعددت للساعة؟ برای قیامت چه چیز آماده کرد؟ صحابه جلیل قدر رسول صلی الله علیه وسلم چقدر آمادیه، چقدر آماده برای قیامت. رسول کریم فرمود چه چیز آماده کردی؟ قال حب الله و رسوله. یا رسول الله محبت الله و محبت رسول صلی الله. باز دیگه اعمال ندارم، فقط محبت الله، فقط محبت رسول الله. سختترین عبادت که خیلی تحمل لازم. اگر محبت الله و رسول داشتی در سرزمین خودت، در وطن خودت و در زادگاه خودت هم امنیت نداری، حتی در مسجد هم امنیت نداری، حتی پسرت و خانواده تو هیچ کدوم در امنیت. و جرم تو هم اینه که محبت الله و رسول، امر الله و رسول در مقابل هیچ چیزی نباید بشکنی. بعدا این صحابه گفت یا رسول الله حب الله و رسوله، محبت الله و رسول، اما جایزه چیه؟ قال فانک مع من احببت. تو در قیامت به همراه کسی که او دوست داری. علی بود در میدان حشر که شد، باز این مخلوق حرکت کرد، این انسان ها حرکت کردن در مقابل رب الجلیل، روزی که هیچ کس اجازه صحبت کردن نداره، هیچ کس اجازه شفاعت نداره. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. نه جبرئیل، نه میکائیل، نه انبیا، نه مقربین، هیچ کدوم اجازه صحبت کردن ندارن. در همون روز در میدان حشر الله رب العالمین تو صدا بزن که تو بلند شو،
تو اینقدر رنج، خاری، ذلت، تهمت، بهتان، تهدید، ناامنی، ناآرامی دیدی. تویی که هر کس از دروازه خود تو رو دور بکرد، امروز بلند بشو و رسول صلی الله علیه وسلم در این میدان صدا بزنه، تو بیا دست تو رو بگیره، بگه امروز دیگه تو با کی؟ با من محمد صلی الله علیه وسلم. رسول کریم فرمود فانک من مع من احوط، تو در قیامت به همراه کسی که او دوست داری. قال انس ابن مالک میگه فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی الله علیه وسلم فانک مع من احببت. بعد از اینکه ما ایمان آوردیم، بعد از اسلام دیگه به هیچ حرف این اندازه خوشحال نشدیم، به هیچ حکم این اندازه خوشحال نشدیم که به این قول نبی کریم خوشحال شدیم که نبی کریم گفت تو در روز قیامت به همراه کسی که در دنیا او دوست داری. بعدن انس فرمود فانا احب الله و رسوله، مع الله و رسول دوست دارم، و ابابکر و عمر و مع ابوبکر و عمر رو دوست دارم، فارجو ان اکون معهم، امید دارم که به همراه اونها باشم. یعنی انس ابن مالک 10 سال خدمت نبی کریم کرده، بازم عبادتی که او داره محبت الله و رسوله. بعدن میگه و ان لم اعمل باعمالهم، اگرچه که طبق اعمال ابوبکر و عمر و محمد صلی الله علیه وسلم انجام ندادم، ولی امید دارم که در روز قیامت با این 3 نفر باشم.